وقتی داشتم اهداف جامعه زندانیان سیاسی ایران رو میگفتم، ترجیح میدم باز تاکید کنم یکی از اهداف اساسی ما مسترد کردن درد و رنج یک نسله، نسلی که در مقابل فاشیسم، در مقابل خمینی، در مقابل رژیم خمینی و در مقابل بنیادگرایی مذهبی که همونجوری که میترا اشاره کرد کاری که داعش داره میکنه، اینا 35 سالگی به نام خدا و به نام انقلاب توی ایران و توی زندان‌ها میکردن. صحبت وقتی که از دهه 60 میشه، خیلی ها شنیدیم در مورد جنایاتی که باند حاج داوود رحمانی توی قزل‌حصار میکرد، لاجوردی توی اوین، معروف بود به سلاخ اوین، با عرض معذرت از جامعه سلاخان ایران، و فجایعی که در سلاح انفرادی گوهردشت، قبر و قیامت، واحد مسکونی. ولی کمتر شنیدین که در زندان‌های شهرستان چه بسا اگر بیشتر نه کمتر نبود، در بعضی زندان‌ها عادل‌آباد مخوف، بند 49 2-3 سال زندانیان رو در بدترین شرایط جسمی و روحی تحت خرد کننده ترین فشارها قرار داده بودند. مهمان بعدی ما، سخنران محترمی که در اینجا حضور داره و از صحبتاشون استفاده خواهیم کرد، شاهدی است از عادل‌آباد مخوف، بند 49. کریم مرادی از مسئولین جامعه زندانیان سیاسی ایران، 7 سال حدوداً زندان بوده، از 60 تا 67، عمدتاً در شیراز. مثل بقیه زندانی‌ها وقتی از کشور خارج شده، گمنام و بی‌نام نشان در کف خیابون‌ها، آکسیون‌ها، تظاهرات، اعتصاب‌ها، کار دیپلماتیک، کنگره، سنا آمریکا، این ویژگی همه این بچه‌هایی که اینجا اومدن، همه این کارا جزء کارنامه سیاسیشون در خارج کشور هست. پس اجازه بدین با کریم بریم به زندان عادل‌آباد و فقط یک برش، یک نگاه از اون شرایط بین سالهای 62 و 64 اگه اشتباه نکنم داشته باشیم. خانم ها آقایان، اجازه بدین از آقای کریم مرادی تقاضا کنیم برای ایراد صحبتاشون پشت پودیوم تشریف برن. آقای مرادی خواهش میکنم. تشکر از اومدن همگی دوستان عزیز. سخنمو با نام عاشقان شرزه‌ای آغاز میکنم که با شب نزیستند. کسانی که در یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین شرایط تاریخ این مملکت ما در قبال دیکتاتوری ایستادند و حاضر نشدن روی زانوی خودشون راه برند، ایستادند و در واقع در تاریخ ماندند و ماندگار شدند. اشاره کردم به زندان عادل‌آباد شیراز. یه در واقع تاریخچه خیلی مختصری از زندان عادل‌آباد شیراز خدمتتون عرض کنم که عادل‌آباد شیراز شامل به طور خاص 2 بند سیاسی بود، زندان به اصطلاح زنان و زندان مردان، که زندان مردان یه چیزی حدود 450 تا 750 نفر گنجایش داشت. زندانی‌ها رو وقتی که دستگیر می‌کردن عمدتاً توی بازداشتگاه سپاه می‌بردن که خارج از زندان بود. بعد از برجت دوران بازجویی، شکنجه و ضرب و شتمایی که می‌دیدند، دوران محکومیت رو به زندان عادل‌آباد می‌بردن زندانی‌ها رو. تا سال 61 در واقع تمام بندهای زندان دست زندانیان مبارز و مجاهد بود. یعنی کسی، رژیم توی این زندانی‌ها هیچ کاری نمیتونست بکنه و هیچ گونه نفوذی نمیتونست داشته باشه. اوایل 61 تعدادی رو به عنوان تواب وارد بند از بازداشتگاه منتقل کردن به بند 4 عادل‌آباد و شروع کردن به گشتن بند و خیلی از بچه‌های قدیمی رو و بچه‌هایی رو که فکر می‌کردن که از سران
این جریانات مختلف هستن اینا رو جدا کردن، تجدید محاکمه کردن و خیلی هاشون هم اعدام کردن. کسانی که قبلا حکم داشتند و هیچ گونه جرم جدیدی مرتکب نشده بودند، تنها جرمی که اینا مطرح میکردن مسئله تشکیلات زندان بود که هر جامعه به هر جهت حتی بسته‌ای نیاز به یه تشکیلات داره، به یه روابطی داره که به هر جهت بچه‌ها تو داخل زندان یک همچین روابطی رو داشتن. به هر جهت این فشارها زیاد شد در داخل زندان. پاسدارا فشار بسیار شدیدی روی بچه‌ها می‌آوردن به همراه توابین و ادامه داشت این جریان تا سال 62 که حدوداً 100 تقریباً 5-6 نفر از بچه‌ها رو جدا کردن به عنوان رهبران زندان و به بند دیگه‌ای به نام بند دار و تعذیب منتقل کردن که 1 سال فقط در این بند، در واقع این بند شامل 3 تا اتاق مجرد بود که با گنجایش‌های مثلا 15، 18 و 36 نفر که در واقع 1 سال بچه‌ها رو روی این تختایی که مثل تختای سربازی از 3 طبقه هست قرار داده بودن. اینا بدون هیچ گونه پوششی و تمام بچه‌ها باید تو این سلولای در بسته باید میشنستند و روی تخت‌ها به حالت خمیده تکیه نمیتونستن بزنن به دیوار، نمیتونستن قدم بزنن، نمیتونستن با بغل دستی حرف بزنن. حتی خنده باعث میشد که زیر شدیدترین فشارها و ضربات قرار بگیرن. یک خنده کوتاه. دستشویی نمیتونستن برن. 3 بار در روز میتونستن، در 24 ساعت میتونستن دستشویی برن که این 3 بار میتونست 3 تا به فاصله زمانی مثلا 1 ساعت باشه، 2 ساعت باشه. بعد یه فاصله زمانی 20 ساعته کسی نمیتونست دستشویی بره. از 5 صبح بیدار باش میزدن تا 11 شب باید همه روی اون تخت ها میشنستن و هیچ گونه مسئله به اصطلاح خوندنی، هیچ گونه روزنامه، هیچ گونه تلویزیون چیزی وجود نداشت جز نغمه های شوم آهنگران و کسانی که نوحه هایی که به هر جهت پخش میکردن از بلندگوها با صدای بسیار زیاد. به هر جهت در طول روز چندین مرتبه حمله میکردن به بند، بچه‌ها رو می‌بردن پایین تخت‌ها و به بهانه‌های مختلف مورد شدیدترین ضرب و شتم قرار میدادن و ساعت 11 شب میگفتن حالا دیگه راحت هستید، میتونید استراحت کنید. ساعت 11 که بچه‌ها دراز میکشیدن که استراحتی بکنن، مثلا 11:30 یا 12 برمیگشتن، چراغا رو روشن میکردن، همه رو میبردن پایین تخت‌ها نگه میداشتن به بهانه‌های مختلف که تو با بغل دستی صحبت کردی و برجت یا قدم زدی موقعی که مثلا نگهبان بند حاضر نبوده قدم زدی. بچه‌ها رو مورد ضرب و شتم شدید با کابل مخصوصا قرار میدادن. بچه‌ها رو میخوابوندن کف سلول و برجت 2 تا 3 تا پارسار اینا رو با کابلای برق مورد ضرب و شتم قرار میدادن. باز میگفتن میتونید بخوابید و این مرحله ادامه داشت تا صبح. بعد 5 صبح باز بیدار باش میدادن که بلند شید و دیگه استراحت کافیه و ادامه داشت. این جریان تقریبا 1 سال طول کشید. یه تعداد از بچه‌ها رو داخل بند دیگه‌ای درست کرده بودن. 20 تا بند انفرادی بود که گنجایش 5 نفر که به صورت کتابی میشد خوابید برده بودن که باز به همین صورت اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن و در واقع 1 سال این بندی که درست کرده بودن، این بند 49 بود، اون بند دیگه بند اندرزگاه پیش میگفتن و فشار رو سرکوب ادامه داشت توسط خود سپاه و بچه‌هایی که به عنوان تواب مطرح بودن. اینم که میگم تواب، واقعا خیلی از اینا از سر ناچاری و فشار بسیار شدیدی که سخته برای بچه‌هایی که توش نبودن باورش برای شاید یه مقدار درکش سخت باشه که تو چه شرایطی اینا قرار گرفتند. مخصوصا بچه‌های قدیمی‌تر رو که بردن از بند اصلی بند که بند 4 بود خارج کردن،
جو بند رو اینا سعی کردن کنترل کنن. هر کسی که کوچکترین ظنی بهش بود که به هر جهت ممکنه گرایشی داشته باشه، گرایش سیاسی داشته باشه، خب همه سیاسی بودن، ولی به هر جهت مسئله ای رو مطرح میکنه تو بند، اینو وسط بند میخوابوندن و 10 نفر 20 نفر میریختن روش و اینو مثل توپ فوتبال میزدن و دیگران خب اینو که میدیدن مجبور بودن ساکت باشن. برجد این جریان ادامه داشت تا 1 سال. بعد از 1 سال بچه‌ها رو یه تعداد از بچه‌ها خب شکستن، فشار خیلی زیاد بود، ولی عمده بچه‌ها ایستادند و رژیم مجبور شد یک جریان برجد، جریان منتظری تو زندان‌ها شروع شده بود، این مقدار فضای بازی رو ایجاد کردن و بچه‌ها رو برگردوندن توی بند. باز جریان در سال 63 بعد از اون ادامه پیدا کرد و تا زمان خرداد در واقع 67 که من از زندان آزاد شدم. رژیم نتونست مقاومت بچه ها رو بشکنه، با اینکه فشار و سرکوب بسیار شدید بود. من گفتم سال در واقع خرداد 67 آزاد شدم و جالبه و دردناکه، یکی از بچه‌هایی که با خود من حکم آزادیش اومده بود و صدامون زدن گفتن آزاد هستین، که اون از علیرضا آموزگار، از یکی از بچه‌های شهرستانی فارس بود، به اصطلاح ازش خواسته بودن که وثیقه بذاره. حالا من متوجه نشدم برجد این وثیقه رو نتونست فراهم بکنه یا بلافاصله بعد از آزادی، یعنی چند روز بعد از آزادی، اینو برگردوندن و اعدامش کردن. برجد تمام دوستان من که در اون زمان حدوداً 450 نفر فقط بند مردان بود، غیر از بازداشتگاه و غیر از بندای دیگه‌ای که در زندان‌های دیگه‌ای که در شیراز وجود داشت، که از این 450 نفر حدوداً 20% همیشه بچه‌های گروه‌های دیگه، بچه‌های دوستان مارکسیست یا گروه‌های اقلیت‌های مذهبی و گرایش‌های مختلف بودن. هیچ کدوم از اینا رو من متاسفانه بعد از آزادی دیگه نتونستم ببینم و یکی از ضربه‌های روحی که به من وارد شد همین بود که هیچ دوستی برام وجود نمونده، هیچ کس رو نتونستم ببینم، پیدا کنم. ولی از این دردناکتر برای من زجریه که به زنان ما در زندان وارد شد. میدونید بچه‌هایی رو که میخوان اعدام کنن، کسانی که حکم اعدام میدارن، اینا تا قبل از آزادی اینا با چشم بند حرکت میکنن داخل بند دوران بازجویی، ولی بعد از که میفهمن که اینا میخوان اعدام بشن دیگه، یعنی اون شبی که میخوان اینا رو ببرن برای اعدام دیگه چشم بند بهشون نمیزنن. خود زندانی دیگه میفهمه که داره میره برای اعدام. بچه‌های برجد مردان زندانی خب بالاخره میرن و چند ساعتی ممکنه طول بکشه تا معمولا 5 صبح یا موقعی از اون که بچه‌ها رو اعدام میکنن. شرایط خاص خودشون رو دارن، ولی شرایط زنان زندانی خیلی دردناک بود و هست و هنوز من نتونستم این مسئله رو برای خودم حلاجی کنم و امکان پذیر نیست حلاجیش. شما تصور کنید فردی رو که زن زندانی رو که دختر جوانی رو که صداش زدن برای اعدام و دوست داره، فهمیده که میخواد اعدام بشه، دوست داره تو آرامش و خلسه خودش باشه، دوست داره چند ساعتی رو که تا پایان عمر داره در یک آرامشی به سر ببره. اگر مذهبی هست نمازی بخونه یا عبادتی بکنه، اگر غیر مذهبی هست به هر جهت با نوشتن وصیت‌نامه، با خوندن سرود به هر جهت این لحظه ها رو سپری کنه. لحظه های سختیه، راحت نیست. وقتی که انسان آگاه هست به لحظه رفتنش این خیلی سخت میشه. تصورش رو بفرمایین که یک پاسدار بیشرف بیاد در اون لحظه ها بخواد به این دختر مظلوم در اون لحظه تجاوز کنه و این آسایش اون رو در این زمان
برجعت به هم بزنه. یک خاطره ای رو خدمتتون عرض کنم از یکی از دوستان من، در واقع خانواده این دوست من بودن و بچه هاشون رو من میشناختم. خانواده دکنما در شیراز. 2 تا دختر و 2 تا از پسراشون اعدام کردن. پدر این خانواده با یکی از دوستان ما شب خوابیده بودن. این دوست ما مطرح میکنه که پدر که اسمش سید محمد بود بلند میشه، میبینه داره گریه میکنه نیمه‌های شب. میگه، صداش میزنه با همون لهجه شیرازی، میگه سید چی هست؟ چی شده؟ میگه سیگار ندارم. میگه به خاطر سیگار گریه میکنی؟ میگه خب الان میرم برای سیگار میگیرم، مسئله نیست. سیگار براش میگیره میاد. به این دوست ما صحبت میکنه، میگه که بچه ها ما اعدام کردند، به من سخت نگذشت. چیزی که من رو آزار میده تجاوزیه که به دختران من شد. چون دختر من لاله دکنما، آفاق دکنما دختراش بودن. روی لباس خودش نوشته بود که مادر به من تجاوز شد و من اصلا اعدام اونا برام مطرح نیست. همه اینا رفتن. برای اون لحظه آخری که نذاشتن دختر من آسایش داشته باشه، دختر جوانی که حدوداً 16-17 سالش بود، نذاشتن آسایش داشته باشه، برای من اون دردآور بود. برجت این سرگذشت نسل ما بود، مخصوصا نسل زنان ما بود که در این دوران داشتند و دارند. ولی این رو من به عنوان مسئله مظلومیت، این مظلوم بودند ولی اینو به عنوان مرثیه نمیگم که ناراحت باشیم. این در واقع مبارزه ادامه داشت و ادامه داره. این ایستادگی ادامه داشت و ادامه داره. ایستادگی رو الان میبینیم، تو بند 350 اوین میبینیم. تجاوز ادامه داره. از زنان گذشته به بچه ها، به پسران، به مردان هم این کارو میکنن که روحیه اونها رو خرد کنن، ولی تا به حال نتونستند و نخواهند توانست. خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن که حرکت نکنند. ما اگر این پیام نسل 67 رو نگیریم ما باختیم. پیام نسل 67 ایستادگی بود. ایستادگی رو الان میبینیم تو بند 350 اوین، میبینیم تو خیابونای تهران، سهراب اعرابی، ندا، ستار، جمال حسینی تو ترکیه، 3000 زندانی تو لیبرتی، 3000 زندانی لیبرتی یا 1000 تاشون که زندانیای به هر جهت خارج شده از ایران هستند. پیام 67 ایستادگی بود، حرکت بود، مبارزه بود. اگر ما این پیام رو نگیریم، اگر این رو محدود کنیم به یک خلاصه، به یک خاطره نویسی از گذشته ما، این رو و در واقع ضربه زدن یا ندیده گرفتن ما به ازای تاریخی این مبارزین، ما در کنار رژیم هستیم و خواهیم بود. خواهش میکنم به این پیام بچه‌های 67 توجه کنید. تلاش کنیم که با همت همدیگه، با کمک همدیگه بتونیم ریشه این رژیم فاسد رو از میهنمون برکنیم. تشکر میکنم از تشریف فرمایید.